خب بچه اینم از این بخش. فردا کل اینو تا همینجا که درس دادم از همتون میپرسم، نمرهاتون پایینشه میره تو مستمر. من کاری ندارم چه نمره میگیرید، هر چی بگیرید میخواد بره تو مستمر، با خودتون و آیندهتون میره تو مستمر، گم میزنه به کارنامه‌تون. به من ربطی نداره. فردا از همتون کل اینو میپرسم، آماده باشید. حاجی فردا ریاضی هم آزمونک داریم، دهنمون سرویسه. آره بابا، بعد فکر کردی کمه؟ جر خوردیم، 12 صفحه جزوه است، قشنگ پاره میشیم. این همه گو خورد آخرش نپرسید. من دیروز دهنمو سرویس کردم، داشتم فقط این درس ها رو میخوندم، اصلا تو مخم نمیرفت، مخصوصا این صفحه 7. بابا به قرآن اصلا نمیشه به حرفا اینا اعتماد کرد. اینا قبل از اینکه بیان بشن اینجا درس بدن مواد میزنن. من دیروز دهنمو سرویس کردم فقط برای این صفحه 7. یه جدول بود اصلا تو مخ آدمم نمیرفت. بابا اینا به خدا ردی هن. خب اینم از مطالب این بخش. سریع برگه همتون بذارید رو میز، آزمون کتبی داریم. چیو نگفته بودی؟ چی میگه؟ همین جلسه قبل، کل جلسه قبلش هم داشتم بهتون میگفتم که آزمون داریم، نمرش هم صاف میره تو مستمر. غلط میکنی، درس نمیخونی، میگه خونه خاله است. حالا هم امتحان رو میگیرم، هر کی نمرش بد شد گم میشه کلاس من بیرون. چقدر داره گم میخوره مردی که یه ولی 3 ماه داره ایسکامونو میگیره، 3 ماه داره میگه میخوام امتحان بگیرم، تازه میگفت شفاهی میخوام بگیرم، یهو کتبیش کرد. حاجی من دیگه دارم مطمئن میشم تو ماتریکسیم. این اسکل دیشب با زنش دعوا شده. نمیدونم شما چرا درس نمیخونید. کلاس شما تو مدرسه بدترین کلاسه.